بعضیا میگن مالک متصرف اینمی اولاد ما، اینمی مورگک است که ما سر باربندش کشال میکنیم. اگه این موره نباشه ایشتو که ما از بین میره. وقتی خیوادی که این مورگکی رو نگاه میکنه یا این چوبکی که سر باربند زیدن که وقتی که اشتو در بطن مادرش بود، خیلی نیم خشتی سر شکم مادرش هم کشال میکردی که اونو گاش میکرد در بطن مادر که دانش ما شیرام نبود و غذا هم نبود. اونجا چه قسم الله او رو تغذیه میکرد و نگاه کرد در حالات سخت. اونجا الله نگاهش میکرد. حالا که تولد شد، حالا که اونجا پستانای مادرش پر از شیر مادر الله برش کردن، حالا که اکسیژن وجود داره نرمال تنفس میکنه. اونجا در بین مادر چی وضعیت است؟ در بین یک جای هست، در بین یک مکانی هست که اگه او شما در یگان وقت پیش می دکترها رفتین همین معاینات تلویزیونی شما سعی کنید که همین طفل در بطن مادر در چی یک حالت قرار داره. در اونجا الله سبحانه و تعالی او را حفظ میکنه و او اول مثل یک مخلوقه که بسیار خرد ذره می باشه، بالاخره او به مراحل مختلف انتقال پیدا میکنه. اونجا الله مالک متصرفش است. باز که آل پیدا شد، آل که تو جرم شدی در شانه یک دانه چوب آوردی صاحب خشت رفتی پیدا کردی یا چوب پیدا کردی، یک درخت کنجش قیچی کردی یا قلخ پیدا کردی و او را آوردی اینجا کشال کردی، چی گفت است؟ این مرا حفظ میکنه. همین انگلیسی ها بسیار خوب گفت میگه use your mind میگه عقلت در کار پرتو. از این خاطر وقتی که یک انگلیسی که عقل خود در کار میپرتن، وقتی که قرآن میخوانن زود مسلمان میشه. قناعت دادن یک امریکایی بسیار ساده است. وقتی کتش کشیدیم برش گفتیم که الله ذات است که خلق کننده آسمان از زمین است، ای است باور کو قلم گرفته نشته کنه میره چی میکنی زوز نشته میکنه میگه ولی باور من بسیار گپایی است که واقعا در عقل ما کار میکنه. از این خاطر به هزارها نفر دانشمندای بزرگ پروفسورهای بزرگ مسلمان شد. اما یک انسان بی عقل و جاهل اندو پرسته که پیش اندو میره تعویض میگیرن و از کتاب تمتم هندی به نام ابلیس برش تعویض نوشته میکنن و تمام روز مالک متصرف خود مخلوقات قرار میدن. به کفتری سجده میکنن، به بودنهی سجده میکنن، به مرغی سجده میکنن، به ماری سجده میکنن. عقل از کجا شد؟ سبحان اینا بسیاری کسان به خاطر که مالک متصرف خود چیزهای بسیار ضعیف را گرفت. پیش مار سجده میکنه، پیش فیل سجده میکنه، پیش یک حیوان که دید بر از او سجده میکنه، به درخت سجده میکنه. چرا سجده میکنه؟ به خاطر میگه اینمی هست برای من زندگی و مرگ میده، اینمی در زندگی من تصرف میره. از این خاطر مسئله مالک متصرف بسیار مهم است در عقیده. بسیاری کسان نمیفهمن چه قسم متصرف است. سعی کنین آسان من مثال بزنم. اکثر نمیدری براست خدایا را هدایت کنه. در موتر طرف شمالی سوار شده یگان تاکسی یگان موتر دریور بگو دریور سعی خوب خواندن مانده شانگکایش هم شورک میخوره کلاگکش هم سعی کوری شکش هم یک مامش شانه نکده قرمه بوی میتن سعی خواندن مانده برش بگو که دریور به خاطر الله موسیقی حرام است. در یک پارچه موسیقی 20 تا گناه است. در یک پارچه موسیقی 20 تا حرام است. یک وقت ما در موسیقی تحقیق کردم 10 تا گناه حرام کشیدیم. یک دو هفته بعدش 14 تا برآمد. اون روز دیگه که فکر کردم که چند تا شاگردا که شیشیم سنجیدیم یک 4 تا ما کردیم دیدیم این 20 تا حرام شد در یک پارچه موسیقی. خب برش بگی که برادر در این پارچه موسیقی که تو ماندی در این 20 حرام است و تو چرا این کارو میکنی؟ برو برادر حال خب وقت طالبان نیست که علامتی سر ما شما چی میکنید؟ خب به خاطر الله موسیقی را بند نمیکنه. اما سعی و عقیده مالک متصرف بودن زیارتی که در راه شمالی است. نمی پیش زیارت که رسید تک گل میکنه. خلیفه جان بان که نو مارش برداشته پدر موتر چپه میشه. یعنی مالک متصرف از این موتر کی شد؟ کی شد بگویم؟ شد نشد؟
یعنی اگر موسیقی را بانه الله موترش چپه نمیکنه، با او به احترامی کرد موترش چپه. اما اگر بر ازمی زیارت دیده میله به سرک است، بر از اینجا سازش چالان بود، باز این موترش چپه میکنه، این نفقیش خراب میکنه. یعنی او بیچاره